که فرزند با یک بیرحمی مخصوص مادر خود را به قتل رسانید. وقتی که من زد با ما چه بس که گفتم با قپت گفت که من ترا گفت ازم برم در مسلمتون حقارتم کرد بعد پشتش تو خوردم اگر دانش جکیدم که من اختلا کرد من در تو آمدم زدم این اینجا به کسا غلط دیدم اینجا کتخز مینوت سه مینوت جکیدم باقی کردم شد. خدا همون فرزنده که در دنیا پدر و مادر را دریافت کرد و به قدر و قیمتی اونها نرسید، محبتی که اون پدر و مادر نسبت این داشت. ببینید پدر و مادر چی 1 ساله باشی چی 50 ساله باشی به نام خدا محبتش کنده نمیشود از تو تا مردن تا دوستت میدارد. اگرچه امروز ما محبتی پدر و مادر را عوض کرد، حضرت جبرائیل گفتن خدا این گونه فرزند از رحمتش دور گرداند. بگو آمین. پیغمبر ما آمین گفت.